سلام دوستای خوبم، خوش اومدید. از اینکه کانال ما رو انتخاب کردید ممنونم. با یکی دیگه از مجموعه داستان‌های کانال فرکانس 11 با شما هستیم. برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتتون ازمون حمایت کنید. زنگوله کنار رو هم لمس کنید تا جزو اولین نفراتی باشید که از داستان‌های ما خبردار میشید. من نرگس هستم و با یه داستان واقعی دیگه در خدمتتونم. نمیدونم چطور باید داستان زندگیمو براتون تعریف کنم. اما میتونم بگم که الان 26 سالمه و یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که اون 2 سال ازم بزرگتره. 3 سال پیش خواهرم براش خواستگار اومد و مادرم بهش گفت که پسر فلانی میخواد بیاد خواستگاری و نظر خواهرم رو جویا شد. خواهرم اونو شناخت و به مادرم گفت پسر خوبیه، اگه خانوادش اوکی باشن نظر من مساعده، بیان ببینیم چه جور آدمایی هستن. اما من اونو نمیشناختم و کلن سرگرم درس و کتاب و مدرسه بودم و اصلا معنی ازدواج و عشق و عاشقی رو نمیفهمیدم و کلن سرگرم کیف و کتاب بودم. دلم میخواست دانشگاه قبول بشم، واسه همون حسابی داشتم درس میخوندم. روز موعود رسید و اونا اومدن خواستگاری. خواهرم خیلی خوشحال بود. همش از وجنات اون پسر تعریف میکرد و هی میگفت خوش تیپه، خوشگله، پول داره، خیلی خوش مشربه. خیلی ذوق میکرد. منم براش خوشحال بودم که اینقدر خوشحاله و قراره که عروس بشه. همه چیزو آماده کردیم و منتظر شدیم تا اینکه صدای زنگ در اومد. قرار بود که من برم درو باز کنم. رفتم و درو باز کردم و پدر و مادرش که جلوتر بودن اومدن داخل. وقتی پسر وارد شد هوری دلم ریخت. تو همون نگاه اول هاج و واج موندم. عجب پسری بود. اصلا انگار قلبمو فشردن. تو همون چند ثانیه به تمام این چیزا فکر کردم. به این فکر کردم که چرا این پسر مال من نیست. به خواهرم حسودیم شد. یه حسی پیدا کردم که هیچ وقت تا به حال اون حسو نداشتم. اولین بار بود که قلبم اونجوری میتپید. تعارف کردم و اومدن داخل. اما من چشم از پسر بر نمی داشتم. اونم متوجه نگاه‌های من شد و بیشتر از این که به خواهرم نگاه کنه و توجه کنه به من نگاه میکرد. اون شب معارفه بود و همه چیز خوب گذشت و قرار مدار گذاشته شد که واسه نامزدی و بله برون و اینجور مسائل آخر هفته بیان. روزا به سرعت گذشت و روز نامزدی رسید. دقیقاً 1 روز قبل روز نامزدی یه SMS برای من اومد. توی اون SMS نوشته بود که من رسولم و جویای حال من شده بود. پیام از طرف نامزد خواهرم بود. نوشته بود که خواهر تو مادرم به ما معرفی کرد و از اونجایی که دختر خوشگل و خانواده داری بود منم قبول کردم که ببینمش. ولی از موقعی که اومدم خونتون و تو رو دیدم فکر میکنم واقعا عاشقت شدم. بهش گفتم الان دیگه وقت گفتن این چیزا نیست که، دیگه کار از کار گذشته، نمیشه دیگه مطرحش کنی. تو خانواده ما جنگ میشه. بهتره که به فکر خوشبختی خودت و خواهرم باشی. نوشت ببین میتونم همین امروز نامزدی و عقد و همه چیزو به هم بزنم. هنوز که چیزی نشده. به خانوادت میگم که تو رو دیدم و خوشم اومده. تو هم منو ببین، اگه مطمئن هستی به این احساسی که داری و به من مطمئنی، من بیام با خانوادت صحبت کنم. بهش گفتم احساس من و تو در حال حاضر هیچ اهمیتی نداره. خواهرم خیلی تو رو دوست داره و نمیشه دیگه مطرحش کنم. فردا نامزدی تونه و خواهرم تمام کاراشو کرده. من نمیخوام بین ما اختلافی پیش بیاد. لطف کن و دیگه به من پیام نده.
خب اونم منطقی بود و معذرت خواهی کرد و پیام نداد بهم. ولی خدا میدونه که اون روز داشت قلبم وای میستا. بغض کردم و اشک میریختم. خواهرم اومد تو اتاق و جا خورد. پرسید چرا گریه میکنی؟ الکی بهونه کردم از اینکه تو قرار ازدواج کنی خوشحالم، از اینکه از این خونه میری دلتنگم. اونم بغلم کرد و با هم کمی گریه کردیم. من واسه عشقی که داشتم تو آتیشش میسوختم، اونم واسه دلتنگیش. از خدا خواستم کاش یه اتفاقی میافتاد، خواهرم میومد و میگفت نمیخوادش و رسول قسمت من میشد. اما همش خیال بود. روز عقد شد و خواهرم خیلی خوشگلتر از قبل شده بود و چقدر ذوق داشت. رسولم از حق نگذریم یه جنتلمن شده بود. وای که چقدر دلم ضعف میرفت براش. با حسرت نگاهشون میکردم. همش سعی میکردم سر راشون سبز نشم. اما از اونجایی که من خواهر عروس بودم باید دائما کنارشون میموندم. کارهایی که داشتن رو انجام میدادم و حتی واسه عکس و فیلمای فرمالیتشون و عکس و فیلمای آتولیهشون منم با خودشون این ور اون ور میبردم. خلاصه به خیر و خوشی گذشت و زندگی من هر روز توی عشق رسول داشت سیاه‌تر میشد. خدا رو شکر اونا رفتن سر زندگیشون. قبلا اصلا نمیفهمیدم عشق چیه، اما الان حاضر بودم براش جونم بدم. نگاه های من و رسول خیلی تو هم گره میخورد. بدنم مورمور میشد. سعی کردم نگامو بدزدم و اصلا نگاش نکنم. 6 ماه نامزدی بچه ها گذشت و بیشتر جاها من کنار خواهرم بودم. یعنی اون میخواست که کنارش باشم و ازم نظر میخواست. کمی هم با رسول صمیمیتر شده بودیم. وقت اون رسیده بود که خونه بگیرن و من واسه خرید وسایل و چیدمان خونه خواهرم همش با اونا بیرون بودم. خونهشون حاضر شد و قرار مدار و تاریخ عروسی مشخص شد. روز عروسی رسید. خواهرم رو بردیم آرایشگاه. اونجا فهمید که تاج عروس جا گذاشته تو خونش و از اونجایی که آرایشگاه از خونشون دور بود زنگ زد به رسول که بیاد منو با خودش ببره خونه تا برم تاجو بیارم. اومدم پایین سالن و منتظر رسول شدم. بالاخره بعد از 10 دقیقه معطلی رسید. گفت بشین بریم. کمی که دور شدیم خیلی رک و صریح گفت ببین من تو رو خیلی دوست دارم. هنوزم سر حرفم هستم. دلم میخواد با تو باشم. گفتم رسول جان تو رو خدا چیزی نگو. همون جوری که تا امروز هیچ حرفی نزدی تا اومدم اینو بگم. گفت آخه من دارم تو آتیش تو میسوزم. اینو که گفت بغض من ترکید و بلند گریه کردم. همین جوری که حق میزدم ماشینو زد بغل و پیاده شد اومد بغلم کرد. گفت اگه اراده کنی خودم همه کارا رو ردیف میکنم. اما من بازم مخالفت کردم. همون لحظه گوشیم زنگ خورد و خواهرم گفت بچه عجله نکنید تاجو مرحله آخر میذارم. رسول برگشت نشست پشت فرمون و ماشین رو روشن کرد و رفتیم سمت خونه. در واحد رو باز کردم و رفتم تو و در رو نیمه باز گذاشتم که سری میخواستم برگردم. قرار بود رسول تو ماشین منتظر باشه. اما صدای در اومد که بسته شد. برگشتم دیدم رسول اومده بالا و میگه خواهرت که فعلا عجله نداره. بیا بشیم کمی با هم صحبت کنیم. بهش گفتم رسول جان ما به نتیجه‌ای نمیرسیم. الکی خودتو اسیر نکن. اینو که گفتم اومد جلو و محکم بغلم کرد و شروع کرد به بوسیدن من. منم بدون حرکت موندم و از بوسیدنش لذت بردم. وقتی لباش از رو لبام برداشته شد تو چشاش نگاه کردم. پر از شهوت و هوس بود. منم طاقت نیاوردم و دوباره شروع کردم بوسیدن. همون جوری که داشتیم همدیگر میبوسیدیم منو برد توی اتاق و این کارش منجر به یه رابطه جنسی شد. وقتی کارمون تموم شد یهو انگار همه چیز رو سرم آوار شد. وای چه کاری بود من کردم؟
پس خواهرم چی؟ هی به خودم فحش و لعنت میفرستادم. هی خودم رو سرزنش میکردم. اون روز گذشت و رفتیم سالن دنبال عروس و رفتیم توی تالار و عروسی به خیر و خوشی تموم شد و منم هی سعی کردم از خواهرم اینا دور بشم. همه چیز مون تو دلم. فقط من و رسول میدونستیم که چه اتفاقی بینمون افتاده. الانم که دارم اینو تعریف میکنم تقریباً 2 سالی هست که از ازدواجشون میگذره و من هنوز عذاب وجدان دارم. رسولم دوست دارم. اما رسول انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشه و خیلی راحت داره به زندگیش ادامه میده. نمیدونم چی کار کنم. هم دوستش دارم هم حالم بده. به خاطر خواهرم، به خاطر زندگیشون. نمیدونم باید چجوری این قضیه رو حلش کنم. عزیزانم، از اینکه تا آخر داستان منو همراهی کردید ازتون ممنونم. اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً این کار رو انجام بدید. لایک و کامنت هم یادتون نره که ما بتونیم از نظرات شما برای بهتر شدن کانالمون استفاده کنیم. در پناه خدا باشید.